الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. در آغاز سوره نور ما و شما خواندیم که در این سوره مبارکه الله متعال نظام‌های مختلف اسلامی و احکام شریعت الله را بیان میکنه. چون سوره مدنی هست، این آیت شریف یک بخش از نظام اخلاقی و نظام اجتماعی اسلام را بیان میکنه. مثلا وقتی یک انسان خانه یک کسی دیگه داخل میشه، حالا ما مثلا به خانه یکی از دوستای اقارب خود میریم، چی حکم شریعت اسلامی داری؟ چی است از نگاه اجتماعی؟ بعضی کساست که شما در خانه تان هستین، یک دفعه دروازه اولی را باز میکنه یا دروازه خانه را باز میکنه، یا در اتاق تان هستین بسیاری وقتا یک دفعه کسی دروازه را باز میکنه و داخل خانه میشه. از دیدگاه شریعت اسلامی سه قسم سلام است. در نظام اجتماعی اسلام ما سه قسم سلام داریم. یکی سلام اجازه هست، یکی سلام داخل شدن است و یکی سلام خارج شدن است. سلام داخل شدن اجازه ای است که مثلا در پشت دروازه یک کسی استاد میشین، حالا خود زنگ است یا تق تق است، سابقی قسم نبود، یک صحابی صدا میکرد السلام علیکم و رحمت الله اتستأذن لی ان ادخل؟ برای من اجازه میتین که داخل شوم؟ السلام علیکم. این سلام استئذان میگن با لفظ السلام علیکم. قسم دوم سلام دخول است. وقتی کنا براتون صدا میکرد که بفرمایین داخل شوین، باز داخل خانه وقتی که میشین میگین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و قسم سوم سلام خارج شدن از منزل است. حالا ما و شما مثلا در افغانستان ترجمه کردن گودبای، خداحافظ. بازال بعضی کسا میخواین کلمه خدا را نگوین، باز میگه الله حافظ. این گودبای و خداحافظ و الله حافظ یا اصطلاحات اسلامی نیستن، بلکه در اسلام وقتی که از یک مجلس خلاص میشی و میخوای برایی، باید بگی السلام علیکم و رحمت الله. خلاص با سلام داخل میشیم و با سلام خارج میشیم. این در شریعت اسلامی هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان. وقتی که مؤمنا گفته میشه، این جمع هست شامل خانم ها و آقایان. هر جایی که یا ایها الذین آمنوا گفته میشه، این به مردها و زنای مسلمان، دخترها و پسرای مسلمان، به کلشان حکم است. لا تدخلوا بیوتا، داخل نشین در خانه های غیر بیوتکم، که منازل خود شما نیست، خانه خود شما نیست، از دوستانتان است، از اقاربتان است. حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها، تا وقتی که شما اجازه نگرفته باشین و سلام نداده باشین به اعضای خانواده. اول سلام اجازه، دوم سلام وقتی که اجازه داد، باز سلام دخول شروع میشه، باز بعد از او شما داخل شوین. اگر نیک خانواده اجازه نداد و یا گفت که نخیر فرصت ندارم، ادب اسلامی همی است که انسان داخل خانه نشه. ذالکم خیر لکم، اینمی حکم شریعت الله خیر از بهتر است لکم برای شما. لعلکم تذکرون، شاید که شما پند بگیرین، نصیحت بگیرین و دین درست بفهمین. فان لم تجدوا فیها احدا، یک کسی میگه مثلا من در خانه داخل شدم، میخوایم خانه یک کس داخل شم، صدا میکنم یا تق تق میزنم، کسی نیست. الله متعال میگه فان لم تجدوا فیها احدا، اگر در این خانه هیچ کس نیافتین، فلا تدخلوها، پس شما داخل خانه مردم نشین، ولو که اقاربتان است، داخل نشین خانهشان. حتی یؤذن لکم، تا ای که برای شما اجازه بدن. شرعی همی است که 3 مرتبه اجازه میخوای السلام علیکم، مرتبه دوم باز میگه السلام علیکم، مرتبه سوم السلام علیکم. کس جواب نداد، برو دیگه پناهت به خدا. انشالله نیست دیگه که باز دیگه پشت دروازه استاد هستی یا نمیخوای که البته میمان بپذیره. پس فإن لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها، میگه اگر باز کس را نیافتین در این خانه، فلا تدخلوها، پس شما داخل از منزل از اینا نشین، داخل حویلی نشین. حتی یؤذن لکم، تا وقتی که خود صاحب خانه شما را اجازه بده.
و این قیل لکم ارجعوا، اگر سعی کنین در اسلام چقدر آداب اجتماعی دقیق بیان شده. حالا اگر یک کسی در این عصر امروزی خانه یک کسی برین و تق تق بزنین و صاحب خانه بره و بر شما بگه که والا ببخشین من امروز کار دارم یا وقت ندارم که شما را ملاقات بکنم، بازگه نخواد که تزید عمر گپ بزنه. اما در شریعت اسلامی میگه که و این قیل لکم، اگر گفته شد در شما ارجعوا، بفرمایین امروز ببخشین من خودم مصروف هستم نمیتونم شما را در خانه خود بپذیرم، فرجعوا، پس شما مراجعه بکنین، هو ازکی لکم. اینمی بسیار از نگاه اخلاقی برای شما بسیار خوب است. چقدر اسلام آداب اجتماعی و اخلاقی را مراعات میکنه. از این خاطر میگه یکی از علمای اسلام میگه من اینمی آیت میخواستم سر خود تطبیق بکنم، کاش که من در خانه یک کسی برم و تق تق کنم و او بر من بگه که وقت ندارم که امروز شما ملاقات کنم. میگه 7 سال بعد خانه یکی از دوستا رفتم و بر من گفت که ببخشید من امروز مصروف هستم نمیتونم شما را استقبال بکنم. میگه من گفتم الحمدلله که می آیت قرآن بالای من تطبیق شد و من آیت قرآن را تطبیق کردم. و این قیل لکم، اگر گفته شود برای شما که ارجعوا، پس مراجعه بکنین، فرجعوا، پس شما مراجعه کنین بر بگردین، هو ازکی لکم. اینمی کاری که شما میکنین که یک کسی را در سختی نمیپرتین، در مشکل نمیپرتین. یک کسی در خانه خود کار داره، ضرورت داره، امروز نمیتونه که میمان استقبال بکنه، پس این بسیار از نگاه اخلاقی بر شما بسیار خوب است. بعضی دوستاست مثلا امی اخلاق باید تا در تلفن مراعات کنه، تلفن میکنه خودت در نماز هستی، یا مثلا تلفن میکنه ما شما میل در درس هستیم، تلفنش قطع میکنی به این معنی که من مصروف هستم، او باز زنگ میزنه، همین نماز کل شبرت خراب میکنه. باید همین ادب با انسان مراعات کنه. وقتی که قطع کرد به معنی ازی که وقت ندارم دیگه زیاد زنگ نزن، نماز هستم، سر درس هستم، مریض هستم، در شفاخانه هستم، در یک مجلس مهم هستم. این کلش آداب و اخلاق اسلام است که نظام اجتماعی اسلام و نظام اخلاقی اسلام الله متعال قرآن عظیم شان برای ما یاد میده. ولی چون مسلمان ها از دین دور هستن، امی آداب اجتماعی در بین مردم کاملا موجود نیست. اگر یک کس را خانه یک کس بری و او بر تو بگه که والا فعلا ما وقت ندارم ببخشین باز کدام وقت دیگه ملاقات میکنیم، اوه دیگه رفت تو مردکه کمر دشمنی در امرایت بسته کرد. والله بما تعملون علیم، و الله متعال با آنچه که شما عمل میکنین بسیار عالم و باخبر است. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه. ای از آداب اجتماعی یا نظام اجتماعی اسلام یکی است که خب یک کسی میگه من میخوایم برم در یک مارکت، در یک هتل، در یک جایی که عام است دیگه، اونجا خانه شخصی نیست، میگه لیس علیکم جناح، بالای شما گناه نیست، ان تدخلوا که داخل شوین بیوتا در منازل که غیر مسکونه، که منازل مسکونی نیست، یعنی در اونجا کس سکونت نمیکنه، اماکن تجارتی هست، اماکن عام است، فیها متاع لکم، که در اونجا متاع بر شما هست، از اونجا چیز ضرورتی دارین. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، و الله یعلم میدانه ما آنچه را که تبدون شما آشکار میکنین و ما تکتمون و آنچه را که شما کتمان میکنین و میپوشانین. از دیگه از اخلاقیات در نظام اخلاقی اسلامی است که وقتی که انسان یک خانم‌هایی را میبینه، خواهرای مسلمان خودم میبینه، و یا خواهرای مسلمان مردها را میبینن چشم پوشی بکنن. بعضی کساس مثلا انسانای بد اخلاق در سر راه استاد میباشه که هر خانم تیر میشه سون از او سایل کرده میرن، و یا بعضی خانم ها مثلا به طرف مردای نامحرم سایل میکنن. الله متعال میگه نه، این نظام اخلاقی اسلامی است که اگر شما نامحرما خانم ها را میبینین، خدا شما چشمایتان پایین پرتین و بگذارین که اونا از راه خود برن، ولو که حجاب داشته باشن. حالا شما سعی کنین در شریعت اسلامی یک دختر مسلمان حجاب هم داره، شما مردای مسلمان او را میبینین فوراً چشمتان پایین میپرتین با اینکه اونا با حجاب خود تیر شدن. اما اینا فکر بکنین که آیت قرآن سری مردمایی که تمام روز فیلم سیل میکنن، تمام روز مثلا خواندن سیل میکنن، تمام روز در مجالس موسیقی و رقص هستن، چند فیصد یا امی آیت قرآن سر خود چی کردن؟ تطبیق کردن که بیکار ماندن، عاجل فیلم ها را چالان میکنن، زنها به طرف مردای نامحرم سیل میکنن و مردا به طرف زنای نامحرم. بیخی آن قدر شده که بیخی گپ از طریق تلویزیون ها و
فیلم ها و گپا بیخی عادی شدن. الله متعال چی میگه؟ قل بگو للمؤمنین، برای اون مؤمنایی که جنت طلب میکنن، مغفرت طلب میکنن، یغضوا من ابصارهم، که اینا پایین پرتن ابصار چشمایشان را، یعنی چشم پوشی بکنن. تو نمیشه که چشم خدا پت بکنن، بلکه نظر خدا دور بتن، به طرف از اونها زیاد توجه نکنن. و یحفظوا فروجهم، و بگو بر مؤمنا که اینا در شرمگاه های خدا محافظت بکنند. محافظت شرمگاه از چند طریق میشه. اول با پوشیدن لباس عورت برای مردها، با پوشیدن لباس ستر عورت و حجاب برای خانمها. برای مردها لباس ستر عورت است، اما مردها حجاب ندارن. برای خانمها هم لباس ستر عورت است و هم حجاب است. و دوم حفظ شرمگاه از چی میشه؟ حرکات نکتن بدن خود دالت رقص و گپا که اندام از اینا را مردم ببینن. پس از این معلوم میشه که رقص حرام است. چرا؟ در رقص عورت انسان، اعضای بدن انسان حتما حرکت میکنه و جانب مقابل رو میبینه. و سوم امی حفظ بدن به این میشه که از زنا و لواطت و جمجنسگرایی و مثلا دیدن فیلم های ناروا و حرکت های جنسی دیگه که توسط دست و توسط اعضای بدن دیگه انجام داده میشه، از یا باید چی کنن؟ از یا الله متعال میگه که باید شرمگاه خدا حفظ بکنن. ذالک ازکی لکم. الله متعال میگه که اینمی چشم پوشی و محافظت شرمگاه، ای از دیدگاه نظام اخلاقی برای تزکیه و پاکی شما بسیار مؤثر و مفید است. ازکی یعنی برای تزکیه شما، برای پاکی شما، برای اخلاق اجتماعی شما ای بسیار مؤثر است. ان الله، یقین داشته باشین که الله متعال خبیرون، با خبر است، به ما یصنعون، با آنچه که مردم انجام میتن. هر صنعت و هر عمل را که شما میکنین الله متعال از او با خبر است. خبیر یکی از اسماء حسنای الله هست، یعنی ذاتی که از آنچه که در قلب شما میگذره که آیا شما این اوامر الله را میخواین اطاعت بکنین و یا نکنین، الله با خبر است. و قل للمؤمنات، اینجا به خاطر از که موضوع بسیار دقیق است، اگرچه در روایت قبلی خواهرها هم داخل میشد کلگی، لکن اینجا مشخصا میگه که و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، و بگوین برای خانمها، دخترهای با ایمان، خواهرای مسلمان، یغضضن من ابصارهن، که شما خانمها و خواهرها این چشم پوشی را مخصوص مردها فکر نکنین، شما هم چشم پوشی بکنین، به طرف مردای نامحرم سیل نکنین. فیلم هایی که در او مردای نامحرم است با او مصروف خدا نسازین. در وقتی که میرین، در مجلس که میباشین، در راه میباشین، در موتر میباشین و یا در هر جایی که برابر میشه، شما باید چشم پوشی بکنین از دیدن مردهای نامحرم. و یحفظن فروجهن، اینا هم باید شرمگاه خود حفظ بکنن با ستر و حجاب، با لباس ستر عورت، با عدم رقصیدن و عدم حرکت دادن بدن به شکلی که مردم به طرف از او متوجه شود، و همچنان حفظ بکنن از گناه هایی که چی است عملی به چی است گناه های خطرناک دیگه. ولا یبدین زینتهن، همچنان بر خواهرای مسلمان میگه که شما زینت خود آشکار نکنین الا ما ظهر منها، مگر آنچه را که بدون اراده شما آشکار میشه. اینالی یکی ظهره هست، یکی اظهره. فرق بین ظهره و اظهره چی هست؟ اظهره ای که یک نفر خودش امو زیبایی خود است. زیبایی دو قسم است، یکی زیبایی خلقی هست و یکی زیبایی اکتسابی هست. زیبایی خلقی است که الله متعال انسانها را زیبا خلق کرده، پس انسان باید امی زیبایی چهره خود، زیبایی دستای خدا، زیبایی بدن خدا، تمام بدنش عورت است، پس این خانم ها باید امی زیبایی خدا به کس اظهار نکنن. ولا یبدین، اظهار که بدل خود روی خدا نشان بده، زیبایی چشمای خدا نشان بده، حتی مثلا چشمای خدا جور کرده باشه باز او را مردم متوجه بسازه، یا فیشن کرده باشه، یا دیگه اعضای بدن خدا. الا ما ظهر منها، این استثناء هست
که مثلا ولو که ما لباس ها میپوشیم، با وجود لباس بعضی اوقات مثلا انگشت های دست انسان، بعضی اوقات یک چشم انسان، بعضی اوقات مثلا از یک خانم لباس که میپوشه، با وجود که لباس ها میپوشه، امی شانهش مثلا از پشت سر امو لباس هم امو چیزش معلوم میشه. این الا ما ظهر منها، او چیزی که این اختیار اظهار از او نداره. اما بقیه زینت خود چی کنن؟ دایی باید این زینت خدا بپوشانم. اگرچه بعضی علم ها باید یک قسمت ما شما دقت بکنیم، خصوصا برای خواهرای ما رو بفهمن که یکی ستر عورت است و یکی حجاب. فرق بین ستر عورت و حجاب چی هست؟ ستر عورت این هست که مرد هم ستر عورت داره و خانم هم ستر عورت داره، آقایان و خانم ها ستر عورت داره، منتها اندازه ستر عورت خواهرای ما با برادرای ما فرق میکنه. از مردها که است از زیر ناف تا زیر زانو این عورت از اینا هست. شانه و سینه و تخت پشت سینه مردها که هستی برشان عورت نیست، ولی لباس اخلاقیشان بازی است که قسمت های خود هم باید بپوشانه و رسول الله هم پیرانای را خوش داشت که آستین دار باشه. یکی لباس یکی ستر عورت است. از خواهرای ما که است تمام بدن از اینا عورت است بغیر از رویشان، دو دستشان ایده عورت است. بعضی کسا همی ستر عورت هم میگه باز اکتفا میکنه. خب مسئله روی خانم ها چطور میشه؟ میگه ای باز حجاب دیگه لباس است. حجاب لباس است، یکی ستر عورت است که شما میکنین و یکی است که باز حجاب میباشه. حالا که از خانه بیرون میبره باز اینجا موضوع حجاب مطرح میشه. در حجاب وقتی که یک صحابی را پرسان کردن، گفت اونم یک چشم است به اندازه 2 انگشت دستش که اینمی در حجاب اگر معلوم شوه پروا نداره. حتی او یک چشم گفت، 2 چشم هم نگفت. یک عالم دیگر پرسان کرد، میخیس یک چادر کلاه پوشید، فقط هم یک چشم خود آشکار کرد و گفت که این باقی مانده از کلش چی است؟ ستر عورت است. یک وقت ما در کشور عربی بودیم، در لیبیا خانم های سیل میکردیم که چادر بسیار سفید کلان پوشیدن و تنها قسمی گرفتن هم یک چشمشان معلوم میشد. بازیر استاد برای ما گفت که اینا علما همی قسم میگن که این لباس چادر کلان را که میپوشه که باید دیگه اعضای بدنش معلوم نشه، یک چشمش معلوم شه و اینی شامل حجاب است. بعضی از روایت هایی که مثلا آمده از عبدالله ابن عباس یا علی رضی الله تعالی عنه، یا روایت آمده از اسماء خواهر بی عایشه که او میگه که این خانم که است چی است، وقتی که بالغ میشه باید از اون معلوم نشه، تنها روی شده تا دستاش معلوم شوه. بازی را علما میگن که یا مخصوص حجاب است، مخصوص ستر عورت است. دوم این میگه قبل از نزول آیات حجاب بود، اما وقتی که آیات حجاب نازل شد با زنای مسلمان ها باید کل روی خدا، یعنی روی هم در زینت هست. چون اینجا آیت قرآن میگه ولا یبدین زینتهن. آل زینت یک خانم در چی معلوم میشه؟ اصل زینتش در رویش است، اصل زیباییش در رویش معلوم میشه. پس الله متعال میگه این خانم ها آشکار نکنن زینت خود از زیبایی خود را الا مگر ما ظهر منها، آنچه که بدون اختیار از اینا آشکار میشه، یک چشم باشه یا 2 چشمش باشه و یا هم تخت پشتی یا پشت وقتی که جابا میپوشه حداقل امو برآمدگی تخت پشت یا سر یا معلوم میشه دیگه، نمیتونه دیگه که قدر لباس پوشک یا بیخی معلوم نشه. پس اینال او قسمت هایی که از خارج لباس مثلا برآمدگی سر معلوم میشه الا ما ظهره، چرا اینجا که اظهره نیست، اظهار نکرده بلکه خودش ظاهر شده و این توانایی پوشش از او را نداشته. اما او زینت هایی که چی خلقی باشه چی اکتسابی، خلقی چی معنی که خلقت یک نفر زیباست، اکتسابی چی را میگن؟ اکتسابی او که یک کسی مثلا خود زیباتر میسازه، مثلا لبهای خود لبسرین میزنه یا مثلا چشمای خود سرما میکنه یا دیگه وسایل زینتی استفاده میکنه، این باز اکتسابی است. پس اکتسابی و خلقی را اردوش که زینت است، الله متعال میگه که باید زینت های خود تمام بدن خود چی کنه؟ آشکار نکنه الا ما ظهر منها، مگر او چیزی که او توانایی پوشش از او را نداره و اضافه از توان از او است. ولیضربن، خب میگه بعضی خواهرها هستن چادر خودم تو دراز میپرتن پیش روی خود، بعضیا در پشت سر خود شخوره بسته میکنه. الله متعال میگه که اردوی ازی غلط است، از عادات مردم جاهلیت است. خیلی دخترای و زنهای مسلمان چی بکنن؟ میگن ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. دختر مسلمان باید چادر خود این قسمی طور بته که اینی رو جیب میگه. ما و شما
بعضی اوقات در عربی ما شما جیبی را میگیم، نه که در اینجا باشه. در عربی جیب اینجا میگیم، در جیب که میگه جیبی را میگه، یخن میگه. یعنی خانم ها چادر خود در بتن از پیش یخن خود که گردنشان و این قسمتاش کلش باید چی باشه، کت چادرش پت شود. اما این قسمی که کشال میمونن، یک طرف چادری قسم یک طرفی قسم یا تو دور میتن در پشت سر خود بسته میکنن، میگه این شرعی نیست. ولی یضربن بخمرهن، اما خمار چادر میگن، و بزنن خانم ها خمارهای خود را، یعنی چادرهای خود را، علی جیوبهن، بر گریبانهای خود، قسمت های یخنشان که بر گریبانهای خود که یخنشان و این قسمت هایش کلش باید پوشیده باشه توسط چادرش. این بعض خانمایی که چادرکای میپوشه که قسمت تختی سینه‌شان پوش نمیکنه، این چادر شرعی درست نیست. باید چادر کلانه بپوشه که تختی سینه و از دو شانه طرف و یخن و گپایش پوشیده شود. اگر خانم میخواد که شریعت الله را تطبیق بکنه و قرآن بالای خود تطبیق بکنه. خب ولا یبدین زینتهن. خب آل میگه این زینت خدا برای کی خیلی آشکار نسازه. میگه ولا یبدین زینتهن، یعنی چهره و زیبایی های خدا و زیبایی های خلقیش که خلقت هم قسم شده و یا زیبایی هایی که او خودش خدا مثلا زینت میکنه، الا لبعولتهن، مگر به شوهرانشان. پس این خانم میتونه که در مقابل خانم خود در خانه بدون حجاب و بدون چیز زیبایی خود آشکار کنه. او آبائهن، آل بر پدر و مادر و پدرام. این آل کدام قسمت است که او را خانم ها میتونن بر پدر خود آشکار بسازن؟ مثلا یک خانم است در خانه رویش معلوم میشه یا گردنش معلوم میشه یا دستش معلوم میشه یا احیانا خمیر میکنه، این قسمت های دستایش معلوم میشه. پس این که است این برای پدرها پروا نمیکنه، این قسمت های زیبایی و زینتیش. اما عورت غلیظه که است او را باز حتی از پدرها و دیگرها هم ستر میکنه. او آباء بعولتهن، یا پدران شوهرانشان که خسرشان گفته میشه. او ابنائهن، و همچنان در محارم پسرها هستند. این کسایی که است یعنی محارم است. یکی عورت به غیر نامحرم است، یکی برای چی؟ برای محارم است. برای محارم باز روی دست و یخن و گپایش اگه گلویش میبینه یا دستایش مثلا خمیر میکنه، ای به پدرش یا خسرش یا پسرانشان، خانم از پسرش از خانه. او ابناء بعولتهن، یا پسران شوهرانشان یعنی پسرای اندریشان. او اخوانهن، یا برادرانشان، اینا هم در جمله محارمشان است. او بنی اخوانهن اخوانهن، یا فرزندان برادرانشان. یک وقت من خانه یک کس رفتم، اینجا سعی کنید خسرا گفته که این چیز است، محرم است. در خانه یک کس رفتم که میگه رواج ماست که زنا از خسرای خودم روی پت میکنن. از خسر خود چی میکنن؟ روی پت میکنن. باز موزنه که از خسر خود روی پت میکنه، باز من که نامحرم هستم باز من برای من قول میتن. این سرچپگی در افغانستان. خسرش افتاولگن آورده، دستای خسر خدا میشه بر نان خوردن. بر از چی میکنه؟ رویش پت است. چرا خوار جان؟ این خسرت از قرآن میگه که او آباء بعولتهن، پدران شوهری در جمله محارمت است. نه ولی از یا رواجشان است که باید از خسرام چی کنی؟ ببین بعضی جای دین هیچ نیست، بعضی جای بیخی پشت هیچ کس نمیگرده، باز بعضی جای قسمت باز پسان که ایورش آمد باز امی زن میخیزه که ایور خود چی میکنه؟ قول میده. این سرچپگی در احکام است. اینا الله متعال میگه که نه، اینیا که محرم هستن. خب او بنی اخوانهن، یا برادرزاده هایشان. او بنی اخواتهن، یا خواهرزاده هایشان. او نسائهن، یا زنان خودشان. اینجا علما میگن نسائهن چرا گفته؟ حالا زنها بر زنها میگن نه. فرق از بین زن کافر و زن مسلمان. پس زن مسلمان باید کت زن کافر اتو معامله بکنه مثل کت یک مرد معامله میکنه. چون زن کافر که بسیار خبیثه هست، چتل است، باز قصه را میره به شوهر خود میکنه. پس زن مسلمان باید حتی کت زنای خارجی و مؤسساتی و این گپا باید از یا ستر بکنه خدا. مثل که از کی ستر میکنه؟ مثل که از یک مرد ستر میکنه. یک قرآن دقیق میگه. چرا زنای بدکاره و بی حیا هستن و نشه که یک کمرگه که بیاره و بگه بیا خوراک تق عکس بگیریم چطور است. یعنی زنای کافر در بین خانمایتون نمانید. او مملکت ایمانهن، و یا او کسایی که اونا مالک یمینشان هستن، یعنی غلام هستن.
او تابعین غیر الاربه، یا خادمایی که اونا غیر اول الاربه چی میگن؟ یعنی کسایی هستن که اونا حاجت ندارن بر زنا. بعضی خادم ها و خدمتگارای در بعضی خانه ها کار میکنن که اونا خنثی می باشن، یعنی علاقمندی به چی ندارن؟ به خانم ها ندارن، من الرجال، از مردها، یا اطفال است که او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، یا اطفالی هستن که اینا هنوز به مسئله مرد و زن و به این مسائل نمیفهمن که زن چی میگه و مرد چی میگه و مسائل عورت چی میگه. این اطفال است. یعنی اگه اینا هم روی خانم میبینن یا دستایش میبینن یا مثلا چهره ازی میبینن، بازی میگه پروا نمیکنن. ولا يضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. همچنان میگه خانم ها ولا یضربن، نزنن به ارجلهن، با پاهای خود، لیعلم، تا که دانسته شود، ما یخفین من زینتهن، که آنچه را که مخفی کردن از زینتشان. این بعضی اوقات بعضی خانم ها در پای خود پایبند بسته میکنه، صدا میته، ای هم باید نکنه که چیز صدادار. از این خاطر علما میگه ای بوتهای کری بلنده که در راه میره و تق تق میکنه، ای برای زنا حرام است، چون ای خودش چی میکنه؟ جذب میکنه مردم. از این خاطر خانم های دیندار همیشه بوتهای پخش میپوشن که صدا نداشته باشه. اما ای بوتهای کری بلنده که تق 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 دمی دالیزای وزارت ها که برینه از منزل 3 صدای تق تق میگه، اینی به نظر به این آیت شریف ناروا می باشه. چرا میگه ولا یضربن، نزنن پاهای خدا، بی ارجلهن، پاهای خدا، لیعلم، تا که دانسته شود، ما یخفین، آنچه را که مخفی میکنن، من زینتهن، از زینتشان. و توبوا الی الله جمیعا، اگر شما قبلا این کار کردین و قبلا شما نمیفهمیدین و قبلا شما اشتباه کردین، پس اهل توبه بکنید الی الله، به طرف الله، جمیعا، همگی، مردان و زنها. ایها المؤمنون، ای مؤمنان، لعلکم تفلحون، شاید که شما در لیست کامیاب ها داخل شوید. از نظام اجتماعی اسلام، دیگه قاعده نظام اجتماعی اسلام الله بیان میکنه که شما مردها و دخترها را مجرد نمانین. در نظام اجتماعی اسلام، حالا خود در افغانستان تو رواج شده که والا بچه من تا که دکترا را نگیره من برای زن نمیتم، تا که ماستری نگیره برای زن نمیتم. او بچه‌ش هم تنبل است، تا که دکترا میگیره وقت 6 جای کمرش کپ شده. حالا دکترا گرفتن و ماستری گرفتن هم مشکل است. الله متعال میگه پشت از این گپای احمقانه نگردین. وقتی که سر یک کس نکاح فرض میشده باشه، شما چی کنین؟ و انکحوا، و به نکاح بدهید، الایام، امو مجردهایتان را، منکم، از شما، و الصالحین، و اشخاص نیکتان را، من عبادکم، از غلامانتان. ایم چی را میگن در زبان عربی؟ الایم و المجرد. ما شما مجرد میگیم، ایم مجرد هم میگه، چی خانم مجرد باشه و یا چی دختر مجرد یا پسر مجرد باشه. این الله متعال میگه شما اینا را چی کنین؟ به نکاح بتین، منکم، از شما، و الصالحین، و افراد نیکتانه، من عبادکم، چی از جمله غلامانتان باشه، حتی غلامایتان مجرد نمانین، اونا را هم چی کنین؟ ازدواج برشان بکنین. و امائکم، و کنیزانتان هم، این یکونو فقرا. خب میگه اگر اینا یک کس جوان است میگه من فقیر هستم، الله متعال میگه که اگر فقیر هم هستین، یغنیهم الله من فضله، باز الله برای چی میکنه؟ این غنی میسازه به فضل خود. چرا وقتی که شما تنها هستین، یگان وقتی کسی سعی کنی مجرد است، نان خوردن خدا نداره، اما وقتی که ازدواج میکنه او خانم تو رزقش الله تعیین کرده، پس همون رزق از اون الله بر تو میده، چون تو متکفل فامیل هستی. اولاد که میداشته باشی، الله رزق از اونها را بر از اونها تعیین کرده. ولی شما اگر این نفر فقیر هم می باشه، وقتی که نکاح میکند، الله متعال به خاطر نیت ازی که به خاطر عفت و پاکی نکاح میکنه، الله متعال میگه که یغنیهم الله من فضله، الله را از فضل خود انشاءالله غنی میسازه. والله واسع علیم، الله بسیار وسیع هست در رزق و در رساندن روزی برای هر کسی، و علیم است و بسیار باخبر است از حالت مسلمان ها. از این خاطر وقتی که پسر جوان شد، زیاد پشت فلسفه نگرده، انشاءالله اگر وقتش رسید دیگه چی کنه؟ ازدواج بکنه، و اگر فقیر هم بود الله متعال انشاءالله تعالی برش غنی میسازه.
خب بعضی کسا میگه والله ما آنقدر اقتصادم ضعیف است که نمیتونم، میفهمم که برای مشکلات ایجاد میشه. میگه خیلی وقتی که شما جوان هستید و توانایی نکاح را ندارین، نظام اخلاقی اسلام چی میگه؟ الله متعال میگه که ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، ولیستعفف و طلب عفت و پاکی بکنن الذین کسانی که لا یجدون نکاحا که نمیافن کسی بر نکاح، یعنی امکانات نکاح ندارن، پس اینا عفت اختیار بکنه. و در حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه و میگه که یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه اغض للبصر و احسن للفرج فمن لم یستطع فعلیه بالصوم. اینا میگه معشر جوانا شما ازدواج بکنین، ای بر چشمایتان و بر شرمگاهتان و بر کل چیز خوب است، و اگر باز کس نمیتونست بازو چی کنه؟ روزه بگیره. پس جوانایی که میخواین دیندار هستن اینا کوشش بکنن که روزه ها را بر علاوه دوشنبه و پنجشنبه روزه های نفلی، هفته 3 روز در ماه روزه سنت است، این روزه های سنت بگیرن. و دیگر روزه ها را هم روزه های نفلی که قید نیست روزه بگیرن. انشاءالله این میگه برشان بسیار مفید است، حتی تا زمانی که یغنیهم الله من فضله، تا ای که غنا و توانمند بسازه الله متعال اونا را من فضله، از فضل رحمت خود. والذین یبتغون الکتاب منا، و کسانی که می طلبند کتابت، مما ملکت ایمانکم. کتابت چه قسم؟ یک قسم غلام ها هست اونا میگن که مرا مکاتب بساز. غلام مکاتب کی میگن؟ که بر از امو کسی که ای در زیر دستش است بر از او میگه مطر مثلا 10,000 افغانی میتم بر ما فرصت بده که کار بکنم و مرا آزاد بساز. الله متعال میگه شما ای غلام ها را وقتی که والذین، او غلامایی که یبتغون طلب میکنن الکتاب، ام کتابت را سند میخوان از پیش شما، یعنی حصول آزادی میخوان که آزادیشان را به دست بیارن. مما ملکت ایمانکم، از او کسایی که شما مالک دستای از اونا هستین، یعنی غلامای شما هست. فکاتبوهم، پس برشان امو خط نوشته بکنین، اونا را مکاتب بسازین و برشان یک فرصت بدین که اونا آزاد شود. این علمتم فیهم خیرا، وقتی که شما دانستید در آنها خیر و خوبی را. و آتوهم، و بدهید برشان من مال الله الذی آتاکم، از اون مالی که الله متعال بر شما داده. یعنی شما از مال هم به امرایشان کمک بکنین، از مالی که الله بر شما داده است برشان کمک بکنین تا اونا آزاد شون. یعنی در نظام سیاسی اسلام سعی و تلاش اسلام همی بود که غلام هایی که قبل از اسلام وجود داشت، این سیستم غلامی و این غلام ها آیسته آیسته چی شون؟ کم شون. از این خاطر بسیاری راه های غلام سازی را اسلام از بین برد و راه های بیرون رفت از غلامی را اسلام در آیات قرآن بیان کرده. ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغام، و شما مجبور نسازین امو فتیات، یعنی او دخترایی که زیر دست شما هستن، کنیزهایی که پیش شما هستن، علی البغاء، با بغاوت و سرکشی و گناهکاری. این اردنا تحصنا، وقتی که اونا علاقمند پاک دامنی هستن. یعنی بسیاری از کسایی که علاقمند پاک دامنی هستن، خانم ها همیشه میخواین پاک دامن باشن، پس شما کوشش نکنین که آزادی بتین بر کلاب های رقص، آزادی بتین بر نایت کلاب ها، بر گناه ها که اونا رو شما مجبور به گناه و زنا بسازین. پس این وظیفه دولت اسلامی هست، دولت اسلامی که مطابق شریعت الله حکم میکنه که در نظام اجتماعی اسلام باید این راه ها را بند بکنه و کسانی که دخترای با ایمان هستن اونا را مجبور به گناه نسازن. این کار چرا میکنن؟ لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، به خاطر از اینکه شما وسایل زندگی دنیا را پیدا بکنین. مثل که سیستم اقتصادی غربی هست که از طریق زنا اونا پول پیدا میکنن. اسلام میگه پیدا کردن پول از طریق زنا و گناه و رقص و کلاب های رقص و نایت کلاب ها و اماکنی که او فحشا هست، این مطلقا حرام است. باید از این طریق اقتصاد چی نکنین؟ این اقتصاد باید مسلمانان نداشته باشه. او کافرها هستن، کافر به خاطر پیسه پیدا کردن هر فساد و هر فتنه و هر بیغیرتی را میکنن. شما مسلمان ها باید این چیزا را اجازه ندین. و من یکرههن، و هر کسی که مجبور میسازن این خانم ها را به این کارهای زشت، فإن الله من بعد اکراههن غفور رحیم، پس یقین داشته باشین که الله متعال بعد از جبر ایشان
اگر کسی کار قبلا کردن و نمیفهمیدن، الله غفور و رحیم است، الله آمرزنده است، مهربان است. این کار زشت، این بد اخلاقی ها را چی کنین؟ ترک بکنین. ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات. الله متعال میگه یقینا که ما نازل کردیم الیکم به شما آیات دلایل قدرت خدا، احکام خدا، شریعت خود را، مبینات که بسیار شریعت است که تمام امور دقیق از طهارت گرفته تا خلافت کلش براتون بیان میکنه. و مثلا من الذین خلو من قبلکم، همچنان الله متعال میگه احکام شریعت هم بیان کردیم و مثال های از کسانی که قبل از شما گذشته بودن، خلو من قبلکم یعنی قبل از شما گذشته بودن، مثال های از اونا را هم خدمت شما بیان کردیم تا که شما حق بشناسین، بفهمین. و موعظه للمتقین، و یک وعظ، یک پند، یک نصیحت است برای انسان های با تقوا که مثال ها را هم میبینن، شریعت هم میبینن و از این پند و نصیحت میگیرن و مطابق از این نظام سیاسی خود، نظام اقتصادی خود، نظام اجتماعی خود، نظام اخلاقی خود، نظام تعلیمی و تربیوی خود و سایر نظام های اسلام مطابق از این چی میکنن؟ عیار میسازن. الله متعال بیان میکنه که الله نور السماوات والارض. الله نور السماوات والارض، اینجا علما در قسمت از که الله نور آسمان ها و زمین هست، اول یک موضوعی که ما و شما باید در اینجا در نظر داشته باشیم. وقتی که نور گفته میشه و یا قلب در قرآن گفته میشه، ما و شما نباید او را به مسائل مادی تفسیر بکنیم، بلکه الله نور آسمان ها و زمین هست، اما قسم که به جلال و عظمت الله شایسته هست. ما با این نوری که نورهای مثل نور چراغ است و نور آفتاب است و نور فلانی هست تشبیه نمی کنیم. علما در قسمت کلمه نور توجیهات مختلف دارن. بعضی ها میگن که الله نور السماوات والارض یعنی الله هدایت کننده مخلوقاتی که در آسمان ها هستن و مخلوقاتی که در زمین است، تمام از اینا را الله هدایت میکنه. چرا قرآن نور است، کتاب نورانیت است، کتاب روشن فکری که فکر روشن میکنه. پیغمبر ما شخص روشن فکر است که فکر انسان روشن میسازه و از کفر و گمراهی و بیدینی و مخلوق پرستی مغز انسان پاک میکنه. احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم نور هستند، برای انسان نورانیت و پاکی میتن، فکر و عقیده انسان پاک میسازن. پس الله متعال بعض علما میگن که یعنی هدایت کننده مخلوقات آسمان ها و زمین است. بعض علمای دیگه میگن که منور السماوات والارض است، یعنی روشن کننده آسمان ها و زمین است با احکامش، با قرآن، با سنت. مثل نوره، آل مثال ای هدایت الهی چه قسم است؟ میگه هدایت الهی مثل یک مشکات است. مشکات چی را میگن؟ تاق. یکی کلکین است، یکی تاقهای جداگانه می باشه که در اونجا کتاب ها و گپ را میمانه. میگه مثل تاقچه هست. اینجا سه کلمه را که باید یاد داشته باشین که چی هست؟ یکی مصباح هست، یکی زجاجه هست و یکی مشکات است. خب مشکات خود مؤمن هست، خود انسان مؤمنه. به چی اینجا چی میکنه؟ مشابه میسازه. مشکات یعنی خود وجود انسان مؤمن. و زجاجه چی را میگه؟ قلب مؤمن. و مصباح که چراغ میگن، این مصباح چی است؟ مصباح عبارت از قرآن و سنت است. مثل نوره میگه مثال نور و هدایت الهی که مشکات مانند تاق هست، یعنی وجود از این انسان مسلمان مثل یک تاق است که فیها مصباح، در بین از این تاق مصباح هست، یک چراغ است که این چراغ در زجاجه هست. المصباح فی زجاجه، که این مصباح چی است؟ هدایت و قرآن هست، قرآن و سنت است. و این مصباح در چی است؟ در زجاجه هست. زجاجه چی است؟ شیشه هست که اینجا میشه به قلب انسان مؤمن. پس مشکات شخص مؤمن، زجاجه قلب مؤمن و مصباح قرآن، هدایت قرآن و سنت. مثل نوری که مشکات، مثال نور الله، هدایت الله مانند تاقی است که
فیها در آن تاقچه مصباح یک چراغ است. المصباح ای چراغ فی زجاجت در بین یک شیشه هست و از زجاجت ای شیشه که هست که انها کوکب دری مثل یک ستاره است درخشان. یوقد من شجرت مبارکه ای چی هست؟ افروخته می شود من شجرت مبارکه از یک درخت مبارک که او درخت مبارک کدام درخت است؟ زیتونه. میگه مثل که ای چراغ روشن شده باشه با تیلی که او از زیتون گرفته شده و او تیل بسیار مبارک است. لا شرقیتن که شرقی ولا غربیتن که شرقی و غربی نیست. یکاد زیتها یودیو میگه امی روغن ازی یودی او روشن میکنه. چی روشن میکنه؟ قلب انسان مؤمنه. یعنی وقتی انسان مؤمن قرآن میخونه و سنت میخونه، با هدایت قرآن قلب انسان مؤمن چی میشه؟ روشن میشه. ولو تمسس النار، ولو که برازی کسی آتش را هم به این نرسیده باشد. نور علی نور. پس اینجا مجموعه از نورها هست. متوجه هستین اینجا انوار که است؟ نور از داخل انسان می باشه، نور از خارج انسان هست. نور یعنی نورهای مختلف است. نوری که از بیرون داخل میشه، نوری که از قلب انسان خارج میشه، نوری که ظاهر انسان هست و نوری که در باطن انسان هست و نوری که انسان به طرف چی میره. ما و شما وقتی که به طرف مسجد میریم یک دعا داریم. دو دعا اگر فکرتان باشه کسایی که طرف مسجد میره، رسول الله صلی الله علیه و گفته که همیشه دعا بکنن که پروردگارا زبان مرا با نور بگردان و قلب مرا پر از نور بگردان و دست مرا پر از نور بگردان، پیشروی مرا پشت سر بالا پایین کلش چی بگردان؟ با نور بگردان. پس اینجا هست که انسان مسلمان در هر حالت چی می باشه؟ با نور علی نور، روشنی بالای روشنی هست. یعنی انسان مسلمان خودش نور هست، قلبش نور است. در قلب از این هدایت که است این نورانیت است. آنچه که از قلب از این خارج میشه نور و هدایت است و آنچه که به قلب از این داخل میشه نور و هدایت است. یعنی انسان مسلمان همیشه با اینمی انوار یعنی هدایت های مختلف ای زندگی میکند. یهدی الله لنوره من یشاء. الله متعال هدایت میکنه به طرف هدایت قرآن و سنت من هر کسی را که یشاء بخواهد. و یضرب الله الامثال و الله متعال این مثال ها را بیان میکنه للناس بر مردم. والله بكل شیء علیم. الله متعال بر همه چیزها بسیار عالم است.